بله، ساروز آزادی خرمشهر خجسته باد، شعار و نوشته زیبایی است که روی چمن ورزشگاه آزادی حک شده. یه بار دیگه هم درود می‌فرستیم به همه دلاوران، به همه سربازان و به همه سردارانی که در 8 سال دفاع مقدس از کیان جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند و به خصوص شهید محمد جهان‌آرا، دلاور رزمنده ایرانی که خرمشهر را همراه با سربازانی دیگر و سردارانی دیگر آزاد کرد. حالا دیگه واقعا علی ادایی که چند سال پیش چهره زیاد محبوبی در پرسپولیس نبود، میتونم بگم به یکی از اسطوره‌های باشگاه پرسپولیس تبدیل میشه. فریادهای علی ادایی در ورزشگاه میشنوید خودتون. اون تعصب خودش، اون قدرت گلزنی خودش رو در میدان فوتبال حالا با قهرمانی پرسپولیس در جام حذفی دوباره دنبال میکنه. علی ادایی، حرکت از یاران تیم پرسپولیس به سمت دروازه گسترش فولاد تبریز گام برمی‌دارند. پاس پشت دفاع، یه حرکت از یاران پرسپولیس، ضربه رو میزنه و ترکمن توپو کنترل میکنه. بد زد البته توپو اونجا حسین بادامکی، خیلی بد زد. شاید نگه داشتن بازی، پاسای تک ضرب و توی همون وسط زمین پاسکاری کردن برای تبریزی ها الان بهترین راه باشه. ببین اشتباه میکنن، توپو میارن که رد کنن از دفاع و همونجا توپ از دست میرن و یه ضد حمله گل سوم میتونه اونها رو بیشتر آزار بده. تیم تبریزی الان باید با بازیکن با تجربه خودش بازی رو نگه داره و کنترل کنه اوضاع رو. ضربه آزاد برای یاران قرمز پوش پرسپولیس. نگاه کنید روی این خطایی به روی علیرضا محمد که از سمت راست خوب حرکت میکنه. از این بازیکن یار شماره 9 مرتضی قربانپور روی دروازه میاد، توپ برمیگرده. علی عسکری، جلال اکبری، شیس رضایی تو سر توپ میزنه، کاپیتان پرسپولیس. در شماره 24 رو میبینید، توماس ماتکا و این هم شیس رضایی. پرتاب بلند توپ، فرصت برای یاران پرسپولیس. یه پرتاب دیگه، موقعیتی هست. حالا از اون ور یه ضربه محکم برمیگرده، بلاک میشه توپ. یه بار دیگه فرصت هست. حالا باز هم ضد حمله برای تیم تبریزی، فرصت خطرناکی رو میتونن ایجاد بکنن. ببینیم چه کار خواهند کرد تو این حرکت. رسول خطیبی رو باید صاحب توپ بکنن یاران تبریز. این طرف هم فرصت هست برای شماره 26 روح الله عبداللهی، اما به او نمیرسه و توپ رد میشه. علیرضا حقیقی و از این ور هم سیلاس فیتوسا. پیروزی یا پرسپولیس 2، فولاد گسترش تبریز 0. اینجا مازای زمن تشته شده در ورزشگاه آزادی، آبی می نوشه، ایشالا که گوارای وجودش باشه. یاران پرسپولیس حرکت میکنن. یه بار دیگه این بار بازیکن شما 16 محسن دلیر، شیس رضایی، جلال اکبری. خیلی دارن تبریزی ها تلاش میکنن که تیمشون در میدان حفظ بشه موقعیتش. علی انصاریان میتونه الان نقش مهمی داشته باشه تو جریان بازی. همین بازیکن اون تجربه بازی در مقابل هزاران تماشاگر رو 10 بار داره. منصوری، فراد کاظمی دیگه کتش هم کنده و حالا دیگه با پیراهن در کنار زمین ایستاده و بازی رو نگاه میکنه. اما علی ادایی هنوز کت و شلوار به تن داره بازی رو میبینه. همین مربی فرهاد کاظمی در لیگ دوم با سپاهان قهرمان لیگ برتر شد. علی ادایی هم با سایپا قهرمان لیگ برتر شد.
کنار زمین در واقع پشت دروازه تیم پرسپولیس هم 3 تا تبریزی رو فرهاد کاظمی فرستاده که اونجا در واقع 3 تا بازیکن خودش رو فرستاده که اونجا گرم کنن. کاسیم مایزو، ماکان دامبله و فکر میکنم فرزاد یوسفی هستن که دارن خودشون رو گرم میکنن. حالا یکی دیگه هم اضافه شد. الان 4 نفر هستن که گرم میکنن. احتمالاً در بین دو نیمه فرهاد کاظمی تدبیر دیگری خواهد داشت و تاکتیک دیگری. فرصت برای تیم گسترش تبریز. یه لحظه موقعیت بود که حتی تیم به گل برسه. کورنر میشه. فکر میکنم اولین کورنر تیم تبریزی باشه. کلا بازی کم کورنری رو دیدیم اصلا تو این نیمه. 41 دقیقه گذشته از بازی. اصلا اولین کورنر بازی است و هیچ کورنر تا حالا تو این 42 دقیقه ندیده بودیم. خودش هم میتونه عجیب باشه. خطیبی میزنه، کوتاه میزنه، برمیگرده. حالا یه فرصت، اونا بازیکن شوت زنی هم دارن. یه بار دیگه موقعیت، یه شوت دیگه از راه دور و حقیقی توپو کنترل میکنه. به حال من فکر میکنم تیم تبریز و آذربایجانی ها از اینکه تیمشون تا اینجا 3-0 عقبه زیاد هم نباید ناراحت باشن. به حال اونها بازیکن نوپا و کم تجربه‌ای دارن و حضورشون در این فینال برای فوتبال آذربایجان خودش افتخاری است. کمتر در فینال شاهد بودیم که آذربایجانی ها باشن. تراکتور سازی در اولین جام حذفی بود که در مقابل ملوان باخت. یه بار هم فکر میکنم در مقابل سایپا یا بهمن تیم تراکتور سازی در فینال جام حذفی بوده. و حالا این بار گسترش فولاد تبریزه که در فینال جام حذفی به میدان آمده و این بار در مقابل پرسپولیس قرار گرفته. اولین جام حذفی در سال 1355 بوده که ملوان 4-1 تراکتور سازی تبریز در فینال برده. در سال 73 هم بهمن 2-1 تراکتور سازی رو در فینال برده. یه ضربه آزاد، فرصت برای یاران پرسپولیس. آروم میزنه و توپو ترکمن میگیره. کلا در جام حذفی آمار استقلال از همه تیم‌های ایرانی بیشتره. 5 تا قهرمانی داره، 3 تا نایب قهرمانی. ملوان 3 تا قهرمانی داره، 3 تا نایب قهرمانی و بعد پرسپولیسه که 3 تا قهرمانی داره، 1 نایب قهرمانی. این قهرمانی پرسپولیس رو به رده دوم تیم‌های پر افتخار جام حذفی میرسونه. سپاهان، ذوباهن و بهمن هم تیم‌های بعدی این جدول قهرمانی در جام حذفی ایران هستند. علی عسگری صاحب توپ برای پرسپولیس. مرتضی قربانپور حرکت میکنه. مرکز زمین. در زمین کاملا هموار و آماده ورزشگاه آزادی در 3 خرداد. فینال جام حذفی. فرصت برای یاران تبریز. واقعا بازیکن شوت زنی هستن. اونها در طی فصل اصلا در